یو گایز بچه‌ها خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید کانال CSR که داخل این ویدیو بنا به درخواست خیلیاتون که گفته بودید چرا VPN برای کامپیوتر و لپتاپ معرفی نمی‌کنی اومدم یه VPN برای ویندوز بهتون معرفی کنم خفن. البته خب نسخه اندروید و iOSش هم هست برای بچهای آیفون و اپل که خب روی گوشی هم کار کرده، خیلی اوکی بوده، ولی خب داخل این ویدیو میخوام بیشتر مانور بدیم روی نسخه پیسیش برای کامپیوتر، چون بالاخره فیلتر شکن روی کامپیوتر تبدیل شده به یه معضلی برای خیلیا. و یه خوبی دیگه هم که داره، بریم توی مرورگر سرچش کنیم. ببینید الان VPN من خاموشه. من پالادین VPN رو سرچ میکنم. سایت رسمی paladinvpn.com فیلتر نیست، یعنی برای همه قابل دسترسه. شما میتونی خیلی راحت وارد سایتش بشی و روی get paladin VPN که بزنی اتومات شروع میکنه به دانلود نسخه پیسیش. حالا برای نسخه اندروید و iOS هم اینجا موجوده. من اینو میبندم. ببینید فایل نصبی پالادین VPN رو من داخل کانال تلگرام براتون میذارم، مستقیم میتونید از همونجا دانلود کنید. بچه‌ای هم که داخل کانال تلگرام جوین نیستن، از لینک کانال تلگرام داخل دیسکریپشن میتونید جوین بدید و خب خیلی چیزای دیگه مفید میذاریم دیگه، پروکسی روزانه و حالا VPN های مختلف و اطلاعات تکنولوژی روز. وارد پالادین VPN میشیم. ببینید یه منوی خیلی ساده داره. این آپشن VPN مود برای تونل کردن سیستم. حالا شما میتونی تمام برنامه‌های روی کامپیوترتو با گزینه اولش تونل کنی. گزینه دومش هم به درد کسایی میخوره که حالا میخوان یک سری برنامه ها رو روی این تنظیماتش که بزنید از اینجا میتونی اضافه کنی و سیوش کنی، که حالا به درد مثلا زمانی میخوره که شما روی کامپیوترت تلگرام داری، تلگرامت از پروکسی داره استفاده میکنه و دیگه این VPN نمیاد کار تلگرامت رو خراب کنه، دیسکانکتش کنه اونور رو. میتونی از اینجا یه سری برنامه ها رو اضافه کنی مثل مرورگرت و حالا اونا رو میاد اختصاصی جداگانه تونل میکنه برات. خب حالا ما میخوایم تمام برنامه‌های روی کامپیوترمون تونل شه. همین گزینه اولش رو میزنیم. این فلش سمت چپ هم ببینید یه تعداد سرور اینجا هست که خب خوشبختانه همش رایگانه و خب بالاخره چیزی که بهترین سرعت رو بخواد به ما بده یا فنلاند یا هلند، آلمان، انگلستان، کانادا و فکر میکنم سوئد هم باید خوب باشه. به هر حال من چون معمولا از هلند استفاده میکنم نمیخوام آی پیم تغییر کنه، پس میذارم روی همین هلند بمونه و کانکتش رو میزنم. خب VPN کانکت شد. ما بریم یه تست بگیریم روی مرورگر. VPN افزونه من خاموشه. مثلا سایت یوتیوب خب فیلتره دیگه، یوتیوب رو بازش کنیم ببینیم که سرعتش چجوریه. خب ببینید سرعت نسبتا میشه گفت قابل قبولی داره توی باز کردن ویدیوها، اما خب چیزی که از این بهترم هست. حالا من نمیخوام ویدیو رو زیاد طولانی کنم، اینو من خاموشش کنم، یه چیز دیگه هم بهتون معرفی کنم. اینو ببندمش. ببینید افزونه روی کروم V2EPN هم برای کرومه هم برای موزیلا فایرفاکس. الان من روی فایرفاکس اینو روشنش میکنم و یه بار صفحه رو رفرش میکنم. لینک اینم حالا این افزونه‌ای که برای مرورگر هست، چه برای موزیلا فایرفاکس چه برای کروم، توی دیسکریپشن و توی کانال تلگرام براتون میذارم. میتونید اینم ست کنید، خیلی خوبه. من اکثر کارهایی که توی مرورگر انجام میدم با این انجام میدم. الان قطع شد. من یه بار مرورگر رو میبندم، دوباره بازش میکنم. خب وارد یوتیوب میشم، سرعت اینم بهتون نشون بدم و تمام. خب با وضعیت الانی که نت من داره VPN، حالا وی رو یه ذره میکشیم چون 2 تا ای داره، سرعت خیلی خوبی داره توی باز کردن ویدیو و با کیفیت معمولا بالا. حالا من نمیتونم ویدیو رو باز کنم که کپی رایت بهمون نخوره توی یوتیوب چون خیلی حساسه. هم با کیفیت بالا هم بدون قطعی ویدیو رو براتون پلی میکنه. خیلی چیز خوبیه. شما میتونی روی کرومت، روی حالا مرورگرت اینو ست کنی و مثلا هر کاری هم که داشته باشی میتونی مثلا از تلگرام وب استفاده کنی، از اینستاگرام وب استفاده کنی، با سایتاشون کار کنی و خب خیلی اوکیه دیگه. لینک اینم براتون میذارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.
حمایت کنید. دمتون جیز و بلیس. خداحافظ.